وحشتناک زبان انگلیسی یاد میگیری. با چی؟ با فیلم دی سابستنس که نمایانگر زندگی یه ستاره سینماییه که اگه یه روز بهش دارو نرسه تبدیل به یه هیولای وحشتناک میشه. حالا من دیگه بیشتر از این اسپویلش نمی کنم. بریم با هم دیگه ببینیم ماجرا از چه قرار بوده. Yes, I'll be right there. Coming to bed. Coming to bed. Coming to bed یعنی میای تو تخت. منظورش اینه که میای بخوابی. قصد خوابیدن داری؟ جواب داد yes, I'll be right there. Yes, I'll be right there. آره همین الان میام. I'll be right there یعنی همین الان میام اونجا. I'll be right back یعنی همین الان برمیگردم. این قسمت مکالمه توش نداشت اما رفت برای خودش دارو بیاره که به خودش تزریق کنه. دارو میشه medicine یا drug. سرنگی که باهاش دارو رو تزریق میکنیم میشه syringe و سوزن سرش میشه needle که به صورت عامیانه بعض وقتا به خود سرنگ هم کلا needle هم میگن به معنی سوزن. Hey, this is an emergency. There's no more stabilizer fluid. Hi, this is an emergency. There's no more stabilizer fluid. Hi, this is an emergency. There's no more stabilizer fluid. سلام. این یک موقعیت اورژانسیه، یک تماس اورژانسیه. دیگه مایع تثبیت کننده نمونده. stabilizer یعنی تثبیت کننده و fluid یعنی مایع. stabilizer fluid یعنی مایع تثبیت کننده. منظور همون دارو است. I'm telling you, this is urgent. There's no more stabilizer fluid. It means you've reached the end. I'm telling you, this isn't urgent. There's no more stabilizer fluid. It means you've reached the end. دارم بهت میگم این فوریه. Urgent یعنی فوری. از همون emergency که اورژانسیه میاد. There's no more stabilizer fluid. دیگه مایع تثبیت کننده نمونده. جواب داد. It means you've reached the end. این یعنی این که به آخر خط رسیدی. What do you mean the end? You've drained it all out. What do you mean the end? What do you mean the end? آخر خط یعنی چی؟ منظورت از آخر خط چیه؟ End یعنی پایان آخر. You've drained it all out. You've drained it all out. همشو کشیدی بیرون. منظورش اینه که همشو استفاده کردی. همشو تمام کردی. If you want more, you must let the fluid regenerate. If you want more, you must let the fluid regenerate. If you want more, you must let the fluid regenerate. اگه بیشتر میخوای باید بذاری مایع خودش دوباره تولید بشه. Want خواستن. More بیشتر. You must تو باید let بذاری fluid مایع regenerate یعنی دوباره تولید بشه، دوباره ساخته بشه. میدونید که هر جا پریفیکس ری بگیره کلممون یعنی دوباره. repeat یعنی دوباره تکرار کردن. regenerate یعنی دوباره تولید بشه، دوباره ساخته بشه. Tell me how to do it. I need to stabilize myself right now. Tell me how to do it. Tell me how to do it. به هم بگو چجوری این کار رو انجام بدم. I need to stabilize myself right now. I need to stabilize myself right now. من الان نیاز دارم که فوری خودم رو تثبیت کنم. یا الان فوری باید خودم رو تثبیت کنم. Simply have to switch. You simply have to switch. You simply have to switch. فقط باید تغییر کنی. Simply فقط خیلی ساده. Have to یعنی باید نشان دهنده اجباره و switch اینجا یعنی تغییر دادن، عوض شدن، تغییر دادن جریان، روند. Excuse me? The switch reboots the fluid secretion process. Excuse me? Excuse me? Excuse me یعنی ببخشید. حالا اینجا داره برای این میپرسه که میگه منظورت چیه، اما excuse me توی حالت اینفورمال وقتی هم صحبت میکنیم میخوایم عذرخواهی کنیم ازش استفاده میکنیم. میگیم excuse me یعنی من ببخش. The switch reboots the fluid secretion process. The switch reboots the fluid secretion process. تغییر فرایند ترشح مایع رو ریستارت میکنه.
ریبوست یعنی ریستارت کردن، دوباره راه اندازی کردن. so you can continue to enjoy the experience. No, 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 no. So you can continue to enjoy the experience. No, no. So you can continue to enjoy the experience. یعنی اینجوری میتونی به لذت بردن از تجربت ادامه بدی، یا اینکه تا بتونی به لذت بردن از تجربت ادامه بدی. Experience یعنی تجربه، enjoy یعنی لذت بردن. I can't switch. I can't. Especially not now. I can't switch, especially not now. I can't switch, especially not now. نمیتونم تغییر کنم، مخصوصا الان. I can't switch نمیتونم تغییر کنم. Especially یعنی مخصوصا. Especially not now یعنی مخصوصا الان. مخصوصا الان نمیتونم. There is no other option. There is no other option. There is no other option. هیچ راه دیگه ای نیست، یعنی هیچ گزینه دیگه ای نداره. option یعنی گزینه. Sue? You alright? Sue, you alright? Sue, you alright? Sue که اسمشه. alright یعنی خوبی؟ حالت خوبه؟ Should I start about tomorrow? Should I start about tomorrow? Should I start about tomorrow? فردا شروع کنم. Should I start یعنی میتونم از فردا شروع کنم. Tomorrow فردا. شروع کردن start. Hey! Babe یعنی عزیزم. Sue? Is something wrong? Sue, is something wrong? Sue, is something wrong? Sue, چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ Is something wrong یه قالب سوالیه که یعنی اینکه مشکلی پیش اومده، چیزی هست، چیزی شده. شما میتونید تو مکالمات اینفورمال روزمره‌تون استفاده کنید. Are you a little cranky because you're a lady business? It looked cranky because you're a lady business. It looked cranky because you're a lady business. اخمو به نظر میرسی یا به نظر میاد اخمو باشی چون قضیه زنونه است. اون خونایی که رو زمین دید خون بدنش بود، اما این فکر کرد مربوط به مسائل زنونه میشه. حالا lady business میشه همین قضیه های زنونه. یا حالت محاوره‌ای داره که به پریود و این داستانه اشاره میکنه. و cranky یعنی اخمو. look cranky یعنی اخمو به نظر میرسید. Come on, Sue. So funny, I need to take a piss. Come on, Sue. So funny. I need to take a piss. Come on, Sue. So funny. I need to take a piss. بیا سو. خیلی خنده داره. باید برم دستشویی. Come on یعنی یالا بجنب بیا. So funny یعنی خیلی خنده داره. Funny یعنی بامزه خنده داره. I need to take a piss به صورت عامیانه یعنی باید برم دستشویی، اما خود کلمه پیس به معنی ادراره. اما حواستون باشه که خیلی اینفورمال ها در مواقع تخصصی و پزشکی این استفاده نمیشه. Sue, open the door. Open the door, Sue, come on. Open the door. Open the door. در رو باز کن. Open یعنی باز کردن. Fuck. The fuck out! Who's this? Get the fuck out. Get the fuck out یعنی برو گم شو. Get out یعنی برو بیرون. Get the fuck out یه ذره بیادبانه میشه یعنی برو گم شو. Who's this؟ این کیه؟ Who's this؟ این کیه؟ Who the fuck is this? Leave me alone! Leave me alone. Leave me alone. تنهام بذار. رهام کن. Leave یعنی ترک کردن. Alone تنها. What the fuck? What the fuck? What the fuck? یعنی چه خبره لعنتی؟ چه اتفاقی افتاده؟ این fuck که میاد حرف بیادبونه اما نشان دهنده عصبی بودن طرفه. تو این قسمت هم دیدیم که مرد ترسید، لباسش رو برداشت و فرار کرد. فرار کردن میشه run away.